سلام، ممنونم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو انتخاب کردید. امروز میخوام بر اساس کتاب خودت را به فنا نده باهاتون درباره یه موضوع مهم حرف بزنم. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی کتاب امروز، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اسم این کتاب خیلی رک و راست میگه، خودت را به فنا نده. نویسنده‌اش گری جان بیشاپ دقیقاً میخواد به ما یاد بده چطور از این جنگ دائمی با خودمون خارج بشیم. تو این ویدیو من بر اساس ایده های کلی کتاب و البته با زبان خودم برات میگم چطور میتونی کمتر درگیر فکرهای مزاحم بشی و بیشتر زندگی واقعی رو تجربه کنی. بخش 1، ذهن تو همیشه راست نمیگه. یکی از پیام‌های مهم کتاب اینه که ذهن ما خیلی وقتها مثل یه آژیر خطر قدیمی عمل میکنه. هر صدایی میشنوه فکر میکنه آخر دنیاست. میگه این کار رو نکن، خراب میشه، شروع نکن، نمیتونی. اما واقعیت اینه که این صداها معمولاً ترس‌های قدیمی هستن، نه حقیقت. تو باید یاد بگی این فقط یه فکره، نه واقعیت زندگی من. بخش 2، شفاف شو. واقعاً چی میخوای؟ یکی از دلایلی که زندگیمون قفل میکنه اینه که نمیدونیم چی میخوایم. کتاب تاکید میکنه که باید با خودت خیلی صادق باشی. بپرس اگه هیچ کس نظر نمیداد من واقعاً دنبال چی بودم؟ وقتی خواستت مشخص بشه مسیرت هم خیلی بازفتر میشه. بخش 3، مسئولیت زندگی با خودته. یکی از مهمترین پیام‌های کتاب اینه که هیچ کس نمیاد نجاتت بده. البته این به معنی مقصر بودن تو نیست، یعنی قدرت تغییر دست خودته. وقتی قبول میکنی مسئول زندگی خودتی، دیگه قربانی شرایط نیستی. کسی هستی که انتخاب میکنه، تصمیم میگیره و حرکت میکنه. بخش 4، منتظر انگیزه نمون. آدم‌هایی که کارهای بزرگ انجام میدن همیشه انگیزه بالا ندارن، ولی یه چیز دارن، تعهد. یعنی حتی وقتی حوصله ندارن، حتی وقتی حالش نیست، بازم یه قدم کوچیک برمیدارن. تو هم اگه هر روز یه قدم برداری، حتی خیلی کوچیک، نتیجه ها خودشون میان. بخش 5، با خودت درست حرف بزن. کتاب خیلی روی این موضوع تاکید میکنه که حرفهایی که با خودت میزنی زندگیت رو میسازه. اگه خودت رو دائم بکوبی من نمیتونم، من همیشه بدشانسم، من آدم شکست خوردم، ذهنتم همینها رو باور میکنه و زندگی همون مسیر رو ادامه میده. جایگزینش اینه که بگی من توانش رو دارم، من میتونم یاد بگیرم، من ارزش موفقیت رو دارم. اینا فقط جمله قشنگ نیست، برنامه ریزی دوباره ذهنه. بخش 6، شجاعت یعنی عمل با وجود ترس. شجاعت به معنی نبود ترس نیست. ترس هست، خواهد بود، ولی تو با وجودش حرکت میکنی. وقتی با ترس روبرو میشی، میبینی خیلی از چیزهایی که تو ذهنت غول بودن در واقعیت اونقدر هم بزرگ نیستن. کتاب خودت را به فنا نده یه پیام خیلی روشن داره. اگه میخوای زندگیت بهتر بشه، اول باید جلوی خودت رو بگیری. باورهای محدود کننده، فکرهای بیهوده، فرار از مسئولیت یا منتظر انگیزه بودن، همه اینها فقط تو رو عقب نگه می‌دارن. وقتی کنترل ذهنت رو پس بگیری، زندگی هم کم کم به همون سمتی میره که تو میخوای. ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدی. لطفاً حمایت از کانال یادتون نره.